جانی خود و از پدر و مادری خود و از تمام مال و اولاد خود بگذاریم و جان خودمان را فدای رب العالمین بکنیم. فداک ابی و امی و مالی و اهلی یا رسول الله. پدر و مادری ما فدای تو باد یا رسول الله. ای دشمنان اسلام، بدانید که شما با این کارتان نمیتوانید محبت پیامبر را از قلب ما جوانان بیرون بکنید. این را بدانید که شما با این کارتان محبت رسول صلی الله علیه و سلم را در قلب ما زیادتر کردید. شما با این کارتان ما را بیدار کردید. شما تنها به پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین نکردید، شما از حضرت آدم تا به تمام پیامبران صلی الله به تمام پیامبران شما اهانت کردید و شما به تمام مسلمانان توهین کردید. ما جوانان عزیز بیایید محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم را من و شما عملی برای دشمنان اسلام ثابت بکنیم که ما پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست داریم. بیایید عملا سنت های نبی مکرم صلی الله علیه و سلم را در زندگی خودمان بیاریم. بیایید عامل به سنت های نبی اکرم باشیم. اون پیامبری که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اون پیامبری که علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اون پیامبری که دلسوز من و تو بود جوان مسلمان، این را از یادت نبر. اون پیامبری که شب و روز برای من و تو گریه میکرد. تمام پیامبران نفسی نفسی میگفتند و اون پیامبری که ای رحمت للعالمین امتی 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 میگفت. این را از یادتان نبره جوانان عزیز. ما باید برای پیامبرمان آماده باشیم که از تمام چیزمان بگذریم، از مال، از جان، از پدر و مادر. به فرزندانتان تعلیم بده پدران عزیز که پیامبرت را، ای فرزند، پیامبرت را از پدر و مادرت بیشتر دوست داشته باش. اون موقع محبت پیامبر در زندگی فرزندان و جوانان می آید. دعا بفرمایید که الله رب العزت ما را پایبند به سنت های نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بگرداند و دعا بفرمایید که الله رب العزت این دشمنان اسلام را خار و ذلیل بگرداند، همانطور که رب العالمین میفرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا. ای کسانی که به پیامبر ما توهین کردید، شما بدانید که الله و رسول شما را لعنت کرده است. لعنت الله و رسول بر شما باد. جوانان عزیز، پایبند سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشید تا من و تو اثبات بکنیم که من و تو محبت پیامبر را داریم، من و تو از تمام چیزمان میگذریم. این یک جواب دندان شکن است برای غرب، برای دشمنان اسلام.